اگه بودجت محدوده، سیستم گیمینگ اقتصادی میتونه بهترین انتخاب باشه. این سیستم‌ها معمولا با قطعات میانرده یا حتی دست دوم استعمال میشن و برای اجرا کردن اکثر بازی‌ها روی تنظیمات متوسط یا حتی بالاتر عملکرد خوبی دارن. توی این ویدیو قراره سیستم‌های اقتصادی رو بررسی کنیم که آیا قابل بازی هستن یا نه. درباره مزایای سیستم‌های اقتصادی اینو واسهتون بگم، قیمت مناسبی دارن، یعنی کمی اذیت نمی‌کنن، هرچند که توی ایران اذیت می‌کنن. مثلا توی ایران سیستم اقتصادی میشه سیستمایی که زیر 70 میلیون پولشونه. توجه داشته باشید، زیر 70 میلیون. تو با درآمد ماهی 15 میلیون واسه اقتصادی ترین سیستم باید 3-4 ماه کار کنی. خیلی. البته از دیگر مزایاش اینو میتونم بهتون بگم که بازی‌های مثل جی تی وی و سی اس او، نمیدونم فورتنایت و فیفا و پی اس اینا رو همه رو بدون مشکل اجرا میکنن. آره، بعد از اونور اگه بتونید مثلا این سیستم اقتصادی خوب ببندید، مثلا یه چیزی با مادربرد اچ 510 و این مادربردهای سری نسل 10، نسل 9، نسل 8 ببندید، یه جورایی واسه آینده خوبه و قابل ارتقا هستن. خیلی عالی. بعد از اونور مصرف برقشون هم کمتره. سیستم اقتصادی یه جوری خرج برقتون هم کمتر میاد. این گرونی بازم خوبیایی داره، هرچند معایب خودشو داره. در بازی سنگین و جدید ممکنه مجبور بشید تنظیمات گرافیکی رو بیارید پایین. اگر قطعات ارزون یا بی‌کیفیت انتخاب بشن، ممکنه طول عمر سیستم کم بشه. برای کارهای حرفه‌ای مثل رندرینگ یا استریم یا بازی با کیفیت بالا، گزینه‌های ایدئالی نیستن. جنبندیش اینه که اگه هدفت فقط بازی کردن و بودجه محدودی داری، سیستم گیمینگ اقتصادی یکی از بهترین انتخاب‌ها و فقط این مهمه که قطعات رو هوشمندانه انتخاب کنی. آره، در حال حاضر من خودم یه سیستم گیمینگ اقتصادی دارم، یعنی یه سیستم نه زیاد قوی نه زیاد ضعیف، یه سیستمی که گلوگاه هم زیاد داره. i5 4590 آریک 980. درسته این i5 4590 یعنی عملاً خیلی منو اذیت کرده توی تقریبا همه چی. توی بازی‌های قدیمی همیشه عالی، تا سال 2022 عالیه، ولی 22 بعد خیلی اذیت می‌کنه، یعنی اعصاب آدم خورد میشه. از اون ور گرافیک و گلوگاه میندازه. اصلا من تا نفهمیدم قدرت کارت گرافیک آریک 980 چقدره. این گرافیک چقدر میتونه اف پی اس بده، من نفهمیدم. یه جورایی 14-15 اف پی اس کمتر از من میگیرم. از اون سیستم اقتصادی رمشون تقریبا کمه. حتی من 16 گیگ رم دارم و کافیه جواب واسه من. سیستم گیمینگ که خودم دارم جواب بده. فعلا تنها کاری که دارم باش میکنم ادیت و افتر افکت و اینا رو فعلا میارم، بد نیست. آره، ولی در کل بخوام درباره سیستم خرید، اگه میخرید نمیدونم سیستم گیمینگ رویایی دستش نیاد. مثلا من خودم واسه همین سیستم i5 4590 آریک 980 بگم یه 3 ماه تلاش کردم، کار کردم تا به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم. واسه یه سیستمی که آخرین آپدیت مادربردش سال 2016 بوده. چه سالی هستیم؟ 2026. این زندگی جوون ایرانی 2 ماه کامل تابستونم راحت در دادم واسه سیستمی که بدون حداقل‌ها رو مثلا من رویای جی تی وی داشتم. واسه جی تی وی الان نمیتونم بازی جدید بازی کنم، سخت. ولی سیستم‌های اقتصادی مثلا واسه یه سری از مردم خوبه، پول عمرشون هم عالیه. آره، آریک 980 هم بزرگ پیشنهاد اولتون اگه اقتصادی می‌بندید بیشتر خرج کنید سر سی پی یو، یعنی i5 1200 بندازید کنارش با آریک 980. یعنی عملاً یه سیستم گیمینگ خفن. از نظر من یه سیستم گیمینگ خوبه. گرافیک گلوگاه نداره، سی پی یو عالیه، سی پی یو تقریبا میتونه گاهی رو بخوره. ولی خب دیگه امیدوارم از این ویدیو کوتاه و یه هوی لذت ببرید، چون ایده چنلم عوض شد و میخوام از این ایده استفاده کنم. اطلاعاتی که درباره کامپیوتر دارم زیاده و میخوام همین اطلاعات رو با شما در میون بذارم. ممنونم. لایک و ساب یادتون نره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.